سلام عرض میکنم خدمت زبان آموزان عزیز و گرامی. در این بخش میخوایم به خوندن ساعت رسیدگی بکنیم که ساعت رو چطوری باید بخونیم. Time، telling time، ساعت را بیان کردن، زمان را اعلام کردن، زمان. یادتون باشه که بچه ها ساعت به دو حالت دیجیتالی و عقربه‌ای هست که قرائت هر کدوم از اونها قواعد خاص خودشون رو داره که بسیار ساده است. با یک دور مرور با من میتونید کاملا یاد بگیرید. در اینجا میخوام بهتون یه چیزی رو گوشزد بکنم که تلفظ امریکن و این بریتیش در زبان انگلیسی اختلاف نظرهایی رو بین زبان آموزها به وجود میاره. مثلا دوستتون بهتون میگه که فلان لغت، شما میگید نه اینطور نیست، این تلفظیه که من میگم، تو اشتباه داری میگی، در حالتی که امکان داره که هیچ کدومتون اشتباه نگید و هر دوی شما درستشو گفته باشید. ولی غافل از این که امریکن و بریتیش دارای لهجه های متفاوتی هستند که باید اونها رو یاد بگیرید و ادامه بدید. مثلا در این قسمت خوب گوش بکنید. ببینید پایینی به حالت امریکن گفته شد hour که عقربه کوچیک ساعت رو اشاره میکنه بهش که نمایانگر ساعت هست hour، و اون یکی بریتیش هست. اینو گوش بدید. minute و minute رو برای شما تلفظ کرد. حالا امکان داره یکی از دوستاتون بیاد بگه minute، اون یکی بگه نه minute هست. هر دوتای شما درست میگید. به این یکی توجه بکنید. second 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 second. دقت فرمودید که second و second هر دوتا هم صحیح هستند. پس یک دور دیگه با هم دیگه مرور میکنیم. عقربه کوچیک ساعت hour، دقیقه شمار ساعت minute، ثانیه شمار ساعت second. اینجا تعدادی ساعت براتون قرار دادم که میخوام نحوه خوندن ساعت رو به دو روش دیجیتالی و عقربه‌ای یادتون بدم. بعضی منابع خوندن ساعت عقربه‌ای رو اعلام زمان رسمی بیان میکنن. اینجا ساعت 1 هست، میگیم 1 o'clock. اینجا 5 دقیقه بعد ساعت 1 رو نشون میده، 1 و 5 دقیقه است. وقتی دیجیتالی میخوایم ساعت رو بیان بکنیم، اول ساعت رو میگیم، بعد دقیقه رو میگیم 1:05. دوستان حواستون باشه که اینجا بعضی منابع OH می نویسن، بعضی منابع O می نویسن که حرف O انگلیسی با تلفظ O هست. وقتی دقیقه ها بین 1 و 9 هست، یعنی دو رقمی نشده، یعنی 01 02 03 04 و تا 09 که هنوز دو رقمی 10 11 12 نشده به این ترتیب، اون موقع از حرف O بین ساعت و دقیقه استفاده میکنیم. 1:05. الان 1 و 1 دقیقه باشه میگیم 1:01 1:02 1:09.
ولی دیگه وقتی ساعت 10 دقیقه هست این او رو نمی نویسیم، میگیم 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40 1:45 اینجوری و الی آخر. اینجا باز یک تلفظی رو براتون قرار دادم که گوش بکنید. quarter, 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 که همون اختلاف تلفظ بین امریکن و بریتیش است. ما بهش میگیم quarter quarter. همون ربع ساعت رو اعلام میکنه. A quarter after 1. دوستان حالا از اول بیایم نحوه خوندن ساعت رو به حالت عقربه‌ای بهتون بگم. اول دقیقه رو بیان میکنید، بعدش ساعت رو. از لغت after استفاده میکنید، میگید 5 after 1 10 after 1. وقتی ربع ساعت رو میخوایم بیان بکنیم میگیم a quarter after 1 a quarter after 1، یعنی یک ربع بعد ساعت یک. a quarter after 1 a 20 after 1 half past 1. خب و میگیم quarter to 2 20 to 2. اینجوری ساعت بیان میشه. به حالت دیجیتالی هم بخوایم گفتیم اول ساعت رو بیان میکنیم، بعد دقیقه رو 1:45 1:45 a quarter to 2 یک ربع به 2. دوستان یادتون باشه که وقتی از half استفاده میکنیم یعنی نصف، به حالت دیجیتالی اگه بخوایم این ساعت رو بخونیم میشه 1:30. خب 1:30 است 1:30. وقتی به حالت عقربه‌ای میخوایم ساعت رو بیان بکنیم میشه half past 1. ببینید half past 1. اینجا نمیتونیم بگیم half to 1. قاعده انگلیسی به ما این اجازه رو نمیده که بگیم نیم ساعت به 2 مونده. فقط میتونیم بگیم نیم ساعت بعد 1 است half past 2. ولی در مورد quarter میتونیم این کار رو بکنیم. اینجا رو دقت بکنید، میگیم a quarter after 1 a quarter after 1 یک ربع بعد از 1. اینجا میگیم a quarter to 2 یک ربع به 2. پس یادتون باشه half past میگیره، تو نمیگیره، برخلاف quarter یا ربع ساعت که هم after میگیره هم تو میگیره. بریم به ادامه بحث ببینیم چی هست. Times of day. Sunrise. طلوع آفتاب رو میگن sunrise. بعد طلوع آفتاب میرسیم به صبح میشه morning. بعدش میرسیم به ظهر میشه نون. بعدش بعد از ظهر میشه afternoon. بعدش غروب آفتاب میشه sunset. بعدش عصر میشه، بعد غروب آفتاب میرسیم به عصر میشه evening. بعد شب میشه night. بعد نیمه شب میشه میگه midnight. اینها چند تا لغت هستند که هر کدوم رو که نمیدونید یادداشت بکنید تا حضور ذهنتون باشه. sunrise morning noon afternoon sunset evening night midnight. در این زمانها 3 لغت همیشه به کار برده میشه. مثلا
با رفیقمون صحبت میکنیم میگه هنوز زوده. اون زود هست میگیم early، زود. میگیم فلانی on time هست، درست به موقع سر قرار حاضر میشه. یا میگیم الان دیر هست، میگیم late، دیر. و ادامه داستان. دوستان ما همواره توی گوشی‌های هوشمند، لپتاپ و کامپیوتر و جاهای دیگه با دو عبارت Daylight Saving Time و Standard Time مواجه میشیم. Daylight Saving Time رو بهتون توضیح دادم. تغییر زمان در سال یا ساعت تابستانی زمستانی رو بهش میگن Daylight Saving Time. توضیح رو ببینید. همانطور که میدانید ساعت رسمی کشور در اول بهار و آخر تابستان تغییر می کند و زمان 1 ساعت به جلو و به عقب باز می گردد. ساعت تابستانی DST مخفف کلمه Daylight Saving Time به معنی ذخیره نور روز، به این معنی که برای اینکه ما بهتر بتوانیم از روشنایی روز استفاده کنیم ساعت را در تایم هایی که روزها بلندتر و کوتاه‌ترند تغییر می دهیم. بسیاری از کشورهای دیگر همین کار رو انجام میدن و گاهی برخی از کشورها تغییر 2 ساعته در زمان دارند. یادتون باشه ما ساعت رو 1 ساعت به جلو و عقب می کشیم. مخصوصا دهه‌های قبل زیاد شاهد اون بودیم. و یک استاندارد تایم هست که زمان استاندارد میگم بهش. زمان استاندارد زمانیه که به طور معمول در اکثر مناطق جهان در طول زمستان به عنوان زمان رسمی استفاده میشه و در آن ساعت ها به جلو کشیده نمیشوند. بهش میگن استاندارد تایم. پس فهمیدیم که Daylight Saving Time و استاندارد تایم چی هست؟ ساعت رو به جلو و عقب میکشیم تا از نور روز بهره کافی رو در تابستان و زمستان ببریم. همون رو بهش میگن DST Daylight Saving Time یا Standard Time. یک تایم زون هم هست در گوگل ارث یا ایگل آیز. شما میبینید که تایم زون مینویسه. این منطقه های زمانی کره زمین هست که پاسیفیک تایم، سنترال تایم، اتلانتیک تایم، آلاسکا تایم، ماونتین تایم، ایسترن و الی آخر، که در اون جاها اینا رو میتونید ببینید که تفاوت زمانی بنا به چرخش زمین و تابش خورشید رو تایم زون اسمشو گذاشتن و قواعد خاص خودشون رو در زمین شناسی دارن. دوستان چندین دقیقه قبل بهتون نحوه خوندن ساعت به حالت دیجیتال و عقربه‌ای رو بهتون آموزش دادم. اینجا میخوام کامل براتون واکاوی کنم. خوندن ساعت به روش دیجیتال، خوندن ساعت به روش عقربه‌ای. ساعت دیجیتال رو 1 ساعت حالا براتون اینجا قرار دادم که ببینید. ساعت جلوتون هست. حفظ نکنید. میگیم 22:45 دقیقه است. خب وقتی میخوایم به حالت دیجیتالی بیان کنیم همونی رو که میخونیم و انگلیسیش میکنیم. 22:45 دقیقه. الان مثال بزنم چند تا بهتون. It's 6:25. نگاه کنید. It's 22:45. 22:45. خب الان ساعت 8:05 دقیقه است. الان این ساعت دیجیتال بشه 8:05 دقیقه. دوستان 1 تا 9 هست، این 0 هست، اینو او قرار میدیم اینجا. بعضی از منابع یه اچ هم قرار میدم مثل اون تصویری که براتون گذاشته بودم، بعضیا مثل اینجا قرار ندادن. It's 8:05 یعنی 8:05 دقیقه است. It's 9:11. It's 2:34
پس همونی که میبینیم و میخونیم. این شد قرائت ساعت با حالت دیجیتالی. در صورتی که دقیقه ها بین 1 و 9 باشد از او بین ساعت و دقیقه استفاده میکنیم و مانند حرف او انگلیسی تلفظ میشود. اینم که چندین بار براتون گفتم. خواندن ساعت به روش عقربه‌ای هست که گفتیم ابتدا دقیقه رو بیان میکنیم، بعد ساعت رو بیان میکنیم. مثلا it's 5 minutes to 12. it's 5 minutes past یا after استفاده میکنیم. اینجا یک نکته نوشتم براتون. اونجا هم براتون اعلام کردم اول ویدیو که past و after مربوط به انگلیسی امریکن و بریتیش هست. past در انگلیسی بریتانیایی به کار برده میشه و after در انگلیسی آمریکایی. خب it's a quarter past 3. it's a quarter after 3. خب الان میگیم it's a quarter past. it's a quarter to. یک نکته هم بهتون آموزش داده بودم که quarter past و to میتونه بگیره. یعنی quarter past یعنی 1 ربع گذشته، یا quarter to یا 1 ربع مونده. ولی توی half همچین کاری رو نمیتونیم ما انجام بدیم. it's half past. half فقط past میگیره. نیم ساعت بعد. یعنی مثلا بخوام بگیم it's half past 1 یعنی نیم ساعت بعد 1. نمیتونیم بگیم it's half to 1 یا نیم ساعت مونده به 1. نمیتونیم همچین ادعایی بکنیم چون ساختار زبان انگلیسی این اجازه رو به ما نمیده. نحوه گفتن نیم ساعت هم که بهتون گفتم اینجا نوشتم براتون. نیم ساعت در زبان انگلیسی فقط به صورت زیر نوشته می شود. it's half past. برای گفتن نیم ساعت به انگلیسی فقط half past کاربرد دارد. در زبان انگلیسی have to استفاده نمی شود و فقط half past به کار برده می شود. it's half past 2. it's half past 6. نحوه گفتن ربع ساعت هم که برای گفتن ربع ساعت از a quarter to یا quarter past استفاده میکنیم. it's a quarter past 8. it's a quarter to 5. میتونیم بگیم مونده یا گذشته. در گوشی و کامپیوترهامون از 2 حالت PM و AM استفاده میکنیم. در زبان انگلیسی اوقات روز به صورت 12 ساعت تعیین می شوند. در صورتی که بخوایم برای مثال تفاوت بین ساعت 9 صبح و 9 شب را مشخص کنیم کنار آن AM یا PM می گذاریم. AM قبل از ظهر رو نشون میده، PM بعد از ظهر رو نشون میده که مخفف هاشم اینجا نوشتم. خب در حقیقت AM از 12 نیم شب تا 1:59 دقیقه صبح و PM از 12 ظهر تا 11:59 دقیقه شب است. We will meet at 10 AM. یعنی این 10 که هست AM مشخص میکنه که صبح هست یا شب. I leave for work at 8 AM and get home at 6 PM. یعنی 8 صبح میره سر کار و 6 بعد از ظهر برمیگرده خونه. She goes to bed at 10:30. این 10:30 این PMی که هست به شما نشون میده که شب رفته به تخت خوابش. میتونه اینو AM کنه و به شما بفهمونه که 10:30 صبح بود که خوابیده. این هم از این. حالا اینو میگیم it's half past 10. نمیتونیم بگیم it's half to 11. همیشه half past اشاره میکنیم بهش.
دوستان برای صحبت کردن درباره اوقات روز حرف اضافی این و ات به کار میره. کاربرد ات یکیش در صحبت درباره زمان مشخص است. I'll meet you at 6 p.m. وقتی میخوایم اشاره بکنیم به یک زمان خاصی 6 p.m. at 6 p.m. 6 بعد از ظهر یا قبل از میدی و میدنایت از at استفاده میکنیم. میگیم I have my lunch at midday، یعنی من ناهارم و ظهر میخورم. زمان مشخصیه دیگه، میدی ظهر. I sometimes go to bed at midnight، یعنی من معمولاً نصف شب میخوابم. کاربرد این هم در in the morning, in the afternoon, in the evening هست. They will go to the park in the afternoon. آنها بعد از ظهر به پارک میرن. دوستان هر جا که هستید سربلند و موفق باشید. ایام به کام.